سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوایم با همین زیر بشقابی خیلی خوشگل رو ببافیم. البته شما میتونین بزرگتر یا کوچیکتر ببافین، به عنوان رومیزی یا هر چیزی که دوست دارین استفاده کنین. این که من بافتم ماهیتش رو برای زیر بشقابی گذاشتم. قطرش 32 سانته و نخم کتان مشرمه 3 سوزنه هستش. قلاب شماره 5. اگه میخواین نختون ضخیم تر باشه به همون میزان قلابتون هم باید ضخیم تر باشه. اگه نخ نازکتر برداشتین قلابتون هم باید باریک تر باشه، شمارش پایین تر باشه. ولی این 3 سوزنه رو با قلاب 5 ببافین. حالا نمیدونم دستتون چی جوریه، من دستم معمولا رو به سفتی صفر میبافم، به خاطر همون شماره 5 برداشتم. مثلا اگه بخواین با این نخ شماره 3.5 قلاب بردارین، مثلا مثل منم یکم به سفتی ببافین، این مثل کلاه میشه، اینجوری رو میز لخت نمیافته. میبینین اینجوری. حالا بریم بیایم با هم بافت شروع کنیم. بچه ما بافتمون رو از این وسط شروع میکنیم. برای اینکه این حلقه وسط تشکیل بشه باید یه ماجیک رینگ یا حلقه جادویی بزنیم. خب برای حلقه جادویی سر نخ به سمت پایین، بالای نخ رو میگیریم، دور 2 تا انگشتمون یه دور میپیچیم، از این ور نخ میره بالا. اوکی، ضرب دری میشه اینجاش. بعد قلاب رو از زیر نخ اول، نخ دوم رو میکشیم میاریم بیرون، 2 تا انگشتمون رو میذاریم روش که در نره. یه حلقه تشکیل شد. خب این نخ رو از زیر دور انگشت میپیچیم، سریع یه دونه زنجیره برای اینکه این چفشه. حالا چون ما میخوایم پایه بلند بزنیم 2 تا زنجیره میزنیم. توی ویدیو قبلی که آموزش پایه ها رو گفتم که یه پایه بلند میتونیم 2 تا زنجیره اولش هم میتونیم 2 تا هم میتونیم 3 تا، ولی خب گفتم من 2 تا زنجیره میزنم. 2 تا زنجیره مساوی یه پایه بلنده. خب یه نخ میگیریم میریم توی حلقه، یکی میگیریم در میاریم برای پایه بلند، یه دونه میگیریم از 2 تا در میاریم، یکی دیگه از 2 تا در میاریم. این شد یه پایه بلند. به جز این زنجیرهایی که زدیم 12 تا ما مجموعاً باید پایه بلند بزنیم. الان یه دونه زدیم، یکی میگیریم میریم تو حلقه، یکی در میاریم، یکی میگیریم از 2 تا در میاریم، یکی دیگه از 2 تا در میاریم. خب ببافین پایه هاتون بشه 12 تا. الان 2 تا زنجیره داریم، 2 تا پایه با پایه بلند بافتیم. به جز این 2 تا 10 تا دیگه باید پایه بلند ببافیم، مجموعاً بشه 13 تا پایه بلند با این 2 تا زنجیره. وقتی 13 تا پایه رو بافتیم همه رو روی این نخه بافتیم دیگه. این نخه توی کار رفت. خب حالا این نخ رو میگیریم میکشیم سفت میکشیم، این تنگ میشه میرسم به هم. خب حالا باید بست بزنیم. ببینین میریم توی این زنجیره وی بالای، بذارین یکم زوم کنم. آها، این وی بالای زنجیره و پایه اولمون. خب میریم داخل این، یه دونه نخ میگیریم در میاریم، دوباره از این یکی هم در میاریم. این میشه بست یا اسلیپ استیچ. این شکلی شد. حالا 2 تا زنجیره میزنیم توی هر کدوم از پایه ها، توی هر کدوم از این ویا 2 تا پایه میزنیم. یه دونه میگیریم میریم داخل، یکی میگیریم در میاریم، همینجوری. دوباره یکی دیگه توی همین. من این دوربین دور میکنم، شما خودتون خواستید زوم کنید چون میترسم دستم یهو خارج شه از کادر. متوجه شدین داخل هر کدوم 2 تا پایه بلند میزنیم از زیر هر کدوم از این زنجیره ها. اینجاست.
تا آخر اینجا ببافین، برگردیم. خب بچه ها، وقتی که رج دوم پایه ها رو کامل زدین، ببینین رج قبل ما با اون 2 تا زنجیره اول 13 تا پایه میشد دیگه. 12 تا پایه بلند زدیم، یه دونه هم 2 تا زنجیره اول بود میشه. این پایین رج اول رو دارم میگم. خب 2 تا زنجیره اول بود، 12 تا پایه زدیم، شد 13 تا. خب الان رج دوم باید 26 تا پایه داشته باشیم به جز 2 زنجیره اول. ببینین 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26. این 2 تا زنجیره اول رو حساب نکردم مثلا. وقتی که 26 تا تکمیل شد، 26 تا پایه، قلاب رو میبریم توی این اینجا رو دیگه نزدم دیگه، دوباره اینجا رو نزنید. خب تا اینجا این ویه میبریم قلاب رو توی این ویه، یه دونه میگیریم در میاریم، از اینم در میاریم. اوکی. الان رج دومم تکمیل شد. راستی این حلقه وسط توی اول ویدیو که کشیدیم به نظرم خیلی باز میومد، یکم بیشتر کشیدم کیپتر شد. شما هم بکشین تا جایی که جا داره. خب حالا برای رج بعدی 2 تا زنجیره دوباره. حالا توی هر کدوم از این زنجیره ها یکی در میون 2 تا پایه میزنیم. الان ببین، الان این 2 تا زنجیره رو شما حساب نکنی. خب توی این وی اول یه بار پایه بلند میزنیم، این شد یه دونه. میریم توی بعدی، توی اینم 2 تا میزنیم، این یه دونه، این 2 تا، بعدی یه دونه. باز این زنجیرها رو حساب نکنیم. دو تا، یه دونه، بعدی دوباره 2 تا. اگه اینجوری اضافه نکنیم، این داره خب محیط دایرمون داره زیاد میشه دیگه، باید اضافه کنیم. اضافه نکنیم قد همین میاد بالا، اینجوری استوانه ای میشه. توی این 2 تا بود. توی این یه دونه، بعدی 2 تا، این یه دونه. میریم تو بعدی 2 تا. متوجه شدین دیگه؟ یکی در میون یه دونه اضافه میزنیم. ببینین بچه ها، وقتی که رج سومم تا آخرش بافتین، اگه درست بافته باشین، این دونه آخری که میخوایم بزنیم 2 تایی میافته. یکی در میون بود دیگه. اگه درست بافته باشین، این دونه آخر 2 تا پایه‌ایه، یه دونه ای نیست. خب اینم که زدیم این شکلی. دوباره قلابو میبریم توی این وی اول، یه دونه میگیریم در میاریم، از اینم در میاریم. اینم رج سوم تکمیل شد. میبینیم برای رج بعدی دوباره 2 تا زنجیره توی همین زنجیره، توی همین پایه اول دوباره یه پایه بلند میزنیم. حالا به جای یکی در میون میشه 2 تا در میون. توی بعدی هم یه دونه ای میزنیم. توی بعدی 2 تایی میشه. این یه دونه، این یه دونه، بعدی 2 تا. گفتم زنجیرها رو حساب نمی کنیم.
دوباره بعد یه دونه، بعدش دوباره یه دونه، ببینید این دوتا یه دونه یه دونه، بعدی دوتا، بعدی یه دونه، دوباره یه دونه پایه بلند، دوتا بود یه دونه یه دونه، بعدی دوتا، میبینین صافه، نباید گود شه، اینجوری نباید بشه. اگه تنگ ببافین یا کمتر اضافه کنید اینجوری گود میشه. این الان صافه. خب بچه وقتی که رج چهارمم تا آخرش بافتین، این رجم مثل رج قبل اگه درست بافته باشین دونه آخرتون دوتایی میفته بهش، دوتا پایه‌ای میفته، تک پایه نمیشه. یعنی ببینین دوتای قبلی تکیه، این باید دوتایی باشه. خب برای وصل کردنش هم مثل رجای قبلی اولین وی میریم اسلیپ استیچ بزنیم. میبینیم صاف. دوباره برای رج بعد دوتا زنجیره، یه پایه بلند توی همین اولی زدم دیگه. حالا میشه قبلی دوتا در میون بود، این میشه 3 تا در میون. خب این یه دونه، بعدی هم دوباره یه دونه، میگم باز هر جا رو متوجه نشدین کامنت بذارین، من همه رو جواب میدم. هر سوالی داشتین جواب میدم. ببینین اول گفتم زنجیرها رو حساب نمی کنیم. خب یه پایه، دو پایه، 3 تا تکی داریم. این چهارمی میشه دوتایی، دوتا پایه توی همین میزنیم. خب دوباره بعدی تکی، دوباره تکی، اینم یه دونه. ببینید دوتا، یکی یکی یکی، بعدی رو ما دوتایی میزنیم دوباره. خب ببینید بچه ها، این الان یه رج، 2 3 4 5 6 7 تا رج پایه بلنده. خب ما الان 1 2 3 4 5 تا زدیم. تا شیشمی که میریم بعدی رو هم باید اینو 3 تا در میون زدیم، بعدی 4 تا در میون میشه. حالا همین رج رو الان رج پنجمیم، 1 2 3 4 5 رج پنجم، اینم تا آخر همینجوری بریم. بذار 2 تا دیگه بزنم بعد بریم برگردیم. ببین این دوتاییه، میبینین تو یه دونه 2 تا زدیم اینجا، بعدی یه دونه یه دونه یه دونه، بعدی رو دوتایی باید بزنیم. این رجم تا آخر ببافین برگردیم. خب بچه وقتی که رج پنجمم
اونجوری که گفتم بافتین، برای آخرش دوباره مثل رجای قبلی دونه آخر باید دوتایی باشه. میبینین این دوتایی بود، 1 2 3 تا تکی، اینجا باید دوتایی بزنیم. خب برای بستش هم همین زنجیره افقی اول میریم داخل، یه دونه در میاریم، میگیریم از این در میاریم. اینم رجه 1 2 3 4 5 تا. دوباره برای رجه بعد 2 تا زنجیره میزنیم، 1 2. داخل همین اولی یه دونه پایه میزنیم. رجه قبل 3 تا در میون بود، ببینین 1 2 3. این رج میشه 4 تا در میون. این یه دونه تکی حساب میشه، زنجیره حساب میشه، یه دونه تکی. بعدی رم یه دونه میزنیم، این شد 2 تا تکی. سومی رم یه دونه میزنیم، چهارمی هم یه دونه میزنیم، 1 2 3 4. توی پنجمی 2 تا میزنیم. متوجه شدین؟ الان این دوتایی رو زدیم، توی بعدی یه دونه، بعدی یه دونه، دوباره یه دونه، این شد 3 تا. دوباره چهارمی هم یه دونه، پنجمی و 2 تا میزنیم، میشه 4 تا در میون. یک 2 3 4 5 تا. پنجمی و 2 تا زدم. بین این 2 تا دوبلا 4 تا تکی هستش. همینم تا آخرین دونه ببافیم. بیاین بچه، رج شیشم هم تقریبا تمومه. این دو آخری دوباره باید مثل رج قبل 2 تا پایه باشه توش. اگه درست بافته باشین 4 تای قبل، 4 تای مونده به آخری تکیه، این آخری 2 تایی میافته. اینم میزنیم، وصل میکنیم. خب میبینیم صاف. حالا برای رج بعدی ببینین طبق همین پترن ما اول 1 در میون بافتیم، بعد 2 تا در میون، بعد 3 تا در میون، 4 تا در میون. طبق همین پترن اگه بخوایم بریم جلو، رج بعدی میشه 5 تا در میون، ولی من بافتم 5 تا در میون اینجوری گود شد. خب به خاطر همون رج بعدی هم من 4 تا در میون دوباره میبافم. اولیشو 2 تا زنجیره رو بزنیم توی اینجا، دوباره همینجا یه دونه پایه بزنیم، دونه بعدی تک بزنیم، بعدی دوباره تک. فقط اولیشو 5 تا در میون میزنم، از اونجا به بعد و دیگه 4 تا در میون میزنم. این شد 1 2 3. اینم تک، 2 3 4. اینم 5 تا. پس 2 تا زنجیر اول رو حساب نمی کنیم. خب یه دونه، 2 تا، 3 تا، 4 تا، 5 تا. بعدی رم میزنیم، همین که داریم میزنیم و 2 تایی میزنیم. یه دونه دیگه تو همین. خب
دیگه از اینجا به بعد 4 تا در میون میریم. ببینیم یه دونه، دو تا، سه تا، چهار تا. ببینین این 2 تایی بود. خب 1 2 3 4 بعدی 2 تایی مثل رج قبل، فقط چون میخواستم اینا بالای هم نیفته جا به جا چیز نشه اولیشو 5 تایی بافتم. دو سه چهار. بعد تو همین میزد. این تنها رجیه که دونه آخرش که بعدش وصل میکنیم 2 تایی نمیافته. به خاطر همین گفتم اینم توضیح بدم کامل متوجه شید. یک دو سه چهار. اینو 2 تایی میزنیم. بچه اگه خواستین الان رج ما، این رجمون آخرین رجیه که پای کوتاه معمولی پای بلند معمولی میزنیم. خب اگه میخواین بزرگتر ببافین کارتون رو باید مثلا بیشتر پای بلند بزنین دیگه، رجای بیشتری. امتحان کنین رج بعدیشو اگه خواستین پای بلند بزنین 5 تا در میون بزنین. اگه دیدین اینجوری شد خب دوباره 4 تا در میون بزنین. اگه دیدین اینجوری میشه یعنی زیاد اضافه کردین، بکنین 6 تا در میون. خب اونطوری. خب بعدی تک. اگه خواستین مثلا جور دیگه ببافین بزرگتر یا کوچیکتر نشد نتونستین بگین من یه راه دیگه هم بهتون بگم. دو سه چهار. ببینید این 2 تاییه. 1 2 3 4. اینو 2 تایی دوباره میزنه. خب تا آخر همین رج ببافین همینطوری که گفتم. برگردیم. بچه رج هفتم هم تا آخراش بافتم. ببینین این همونجوری که گفتم دونه آخر رج هفتم مثل رجای قبلی 2 تا پایه‌ای نمیافته. به خاطر اینکه اگه میخواستیم طبق اون پترن بریم جلو باید 5 تا در میون اضافه میکردیم. 5 تا در میون من گود میشد اینطوری، به خاطر همین 4 تا در میون اضافه کردم. شما با توجه به نوع بافتتون یعنی خیلی سفت میکشین میبافین یا اینکه باز میبافین باید اضافه کنین. طبق همین پترنی که گفتم برین جلو. 90% اوقات اوکیه. اگه اوکی نبود حالا کمتر یا بیشتر اضافه کنین. اینم وصل میکنیم. ببینین صاف شد. حالا برای رج بعدی ما میخوایم اسلیپ استیچ بزنیم دور تا دور این. ببینین ما میخوایم این رج رو ببافیم. خب ببینین گندمیا رو جهتش فرق میکنه با اینا رو میخوایم دور تا دور کار ببافیم. خب واسه این بچه ها من یه بار دوربینم به مشکل خورد، اینا رو بافتم شکافتم باز که دوباره فیلم بگیرم. به خاطر همین یه ذره اینجا بازه، مثل این وران نیست. خب اوکیه. شما
فکر نکنید چیز دیگه ایه. خب برای اینکه اسلیپ استیچ بزنیم توی هر کدوم از این دونه ها دیگه نیازی به زنجیره زدن نداریم. همینجا که قلابمون هست وصل کردیم، توی زیر گندمی بعدی، زیر وی بعدی میریم یه دونه میگیریم در میاریم، از اینم در میاریم. دوباره بعدی میریم زیر گندمی یه دونه میگیریم در میاریم، از اینم در میاریم. زیاد دستتون رو صفر نگیرین چون کار جمع میشه. اینجوری میریم زیر این گندمی یه دونه میگیریم در میاریم، دوباره از این در میاریم. این رجم تا آخر ببافیم برگردیم تا بگم بهتون. خب بچه ها وقتی که رسیدیم به دونه آخر، خب ببینین اینجا اینجوریه، ببینین قلاب از این در میاریم، از زیر این گندمی اولی که شروع کردیم به اسلیپ استیچ زدن. خب اینو میندازیم، از پشت رفتم، دیدین از پشت رفتم زیر این گندمیه، اینو میندازیم دور قلاب، صفر میکشیم که این گیر کنه به قلاب، از این زیر میکشیمش بیرون. میبینین اینجوری شد. حالا نخو از پشتش میاریم، ببینین خوب شد. اگه اسلیپ استیچا که تموم شد کارتون مثل من یه خورده کناراش اومد بالا، صاف نخوابید روی تخته، اشکالی نداره. رج بعدمون یه رج پردونه از کارو باز میکنه. خب 2 تا زنجیره، حالا برای این رج 2 تا زنجیره میزنیم. خب ببینین بچه ها، یه دونه نخ میگیریم، قلاب اینجوری میچرخونیم از پشت این زنجیره، ببینین از پشت این زنجیره یه دونه میگیریم میاریم بیرون. الان 3 تا نخ رو قلابه، دوباره یکی اینجوری میگیریم میبریم این زیر، یکی اینجا میگیریم میاریم. الان شد 5 تا نخ روی قلاب. خب یه نخ میگیریم از 5 تای این در میاریم. یکم سخته، دقت میخواد. اینجوری میشه. یه دونه زنجیره میزنیم برای دونه بعدی. این دونه نه، دونه بعدیش یکی در میون میزنیم در واقع. ببینین اینا که اسلیپ استیچ زدیم نه پشتی ها، از زیر این گندمی پشتی رد میکنیم قلابو، یه دونه میگیریم در میاریم. اینجا میخوایم پایه بلند بزنیم. خب از 2 تا از 2 تا. حالا دوباره باید یه دونه عین این اینجا بزنیم، یه دونه نخ میگیریم میریم این پشت توی این حفره میشه دیگه، یه دونه میگیریم میایم بیرون، شد 3 تا نخ. دوباره یه دونه میگیریم میریم این تو، یه دونه میگیریم در میاریم، شد 5 تا نخ. یه دونه میگیریم از این 5 تا در میاریم، این شکلی. دوباره پشت بندش یه زنجیره، اینجا نه اینجا یه پایه بلند میزنیم، یه دونه نخ میگیریم میریم اینجا، ببینین از زیر این گندمی یه دونه میگیریم در میاریم از 2 تا، اینم از 2 تا. این که پایه بلنده که اینا همه بود. خب حالا میخوایم اینو بزنیم، یه دونه میگیریم میریم توی اینجا، یه دونه میگیریم در میاریم، یه دونه میگیریم دوباره میریم اینجا، یه دونه میگیریم در میاریم، شد 5 تا. یکی میگیریم از این 5 تا در میاریم، یه زنجیره. خب توی اینجا نه اینجا یه پایه بلند میزنیم. خب یه دونه میگیریم میریم اینجا،
ببینین همین بزرگه. اینجا یه دونه میگیریم در میاریم، یه دونه میگیریم میریم دوباره یکی میگیریم در میاریم، شد 5 تا. یه نخ میگیریم از 5 تا در میاریم، یه زنجیره میزنیم این شکلی. اولیه فقط 2 تا زنجیره بود، از پشت زنجیره میرفتیم. دستمون رو باید بذاریم اینجا که وقتی قلابو داریم میچرخونیم پشتش یکی نشه بیاد بالا. برای اولی یکم سخت تر بود. حالا رج بعدی اولی رو بهتر توضیح میدم بهتون. خب یه زنجیره رو زدیم، یه دونه میگیریم اینجا نه اینجا، یه پایه بلند میزنیم. ببینین از پشت اسلیپ استیچ میریم زیر این گندمی، یه دونه میگیریم در میاریم، یکی از 2 تا رد میکنیم، یکی از 2 تا رد میکنیم. دوباره یه دونه میگیریم میریم اینجا، یکی میگیریم در میاریم، یه دونه میگیریم دوباره میریم یکی میگیریم در میاریم. 5 تا. یه دونه میگیریم از 5 تا بیرون میاریم. این شکلی شد. دوباره یه زنجیره، این نه این. میبینین کارو باز میکنه. نگران یه خورده جمعی نباشین. اگه خیلی باشه آره، ولی اگه یه ذره جمع بود مثل من این کارو باز میکنه. ببینین این الان صافه. ایناش ما 3 رجم اینجوری میبافیم، فقط زنجیره های بین این 2 تا زیاد میشه. رج بعد بین این 2 تا 2 تا زنجیره میزنیم جای یه دونه. رج اول یه دونه زنجیره بود، رج بعدش 2 تا زنجیره، رج بعدش هم 2 تا زنجیره. بعد اینا رو هم بهتون میگم. الان رج به رج میریم بالا، نگران نباشید. خب این رجو که زدیم بینشون هم یه دونه زنجیره بود، تا آخر بزنین برگردیم. خب بچه‌ها وقتی که این رجم بافتین کارتون صاف شد قشنگ، برای وصل کردنش یه دونه زنجیره که همیشه میزدیم و زدم، میریم زیر این گندمی یه دونه میگیریم در میاریم، از این یکی هم در میاریم. این الان وصل شد. خب حالا ما میخوایم بیایم این وسط، برای رج بعدی باید بیایم این وسط از بین 2 تاشون شروع کنیم. بست میزنیم که بریم جلو. ببینین از زیر این گندمی بعدی یه دونه اسلیپ استیچ یا همون بست میزنیم، همین وصل کردن. دوباره میریم توی این زیر اینجا یه دونه میگیریم میایم از این هم رد میکنیم. الان ببینین از اینجا ما اومدیم اینجا 2 تا بست زدیم اومدیم رسیدیم اینجا. حالا برای شروع رج 2 تا زنجیره میزنیم، دوباره یه دونه میگیریم. ببینین اولیش گفتم سخت‌تره. خب انگشتتون رو میذارین روی این 2 تا که این کامل نه، اگه نذارین ببین اینجوری میچرخه، کامل میچرخه اینجوری. انگشت یه دونه میگیرین انگشتتون بزنین اینجا، قلابو ببرین پشت، یه دونه بگیرین در بیارین، دوباره یه دونه بگیرین برین پشت، یکی بگیرین در بیارین. اینا رو همینجوری نگه دارین که این نره اول. اینا که بزرگتره از اون ور آوردیم هی میخواد بره اون ور. یه دونه میگیریم از 5 تاش در میبینی این داره میره اون ور. سخت‌تره اولی. الان درست شد. یه دونه زنجیره رو میزنیم. خب همیشه یه دونه زنجیره میزدیم، الان رج دومیم 2 تا زنجیره میزنیم بین هر کدوم از این گلا. 2 تا زنجیره که زدیم میریم توی بین این 2 تای بعدی پایه بلند میزنیم. متوجه شدین؟ حالا دوباره یه دونه گل،
یکی میگیریم میریم اینجا، یکی میگیریم در میاریم، دوباره یکی میگیریم میریم اینجا، یکی میگیریم در میاریم. 5 تا داریم روی قلاب، یه دونه میگیریم از 5 تاش در میاریم. خب به جای یه دونه زنجیره 2 تا میزنیم، 1 2. خب حالا باید دوباره بین این 2 تای بعدی پای بلند بزنیم. یه دونه میگیریم میریم این زیر، یه دونه میگیریم در میاریم، یکی از 2 تا در میاریم، دوباره یکی از 2 تا در میاریم. این پای بلند. حالا برای گل دوباره یه دونه میگیریم میریم این وسط، یه دونه میگیریم در میاریم، یکی میگیریم میریم این وسط، یکی میگیریم در میاریم. 5 تا داریم روی قلاب، یکی میگیریم از 5 تاش در یکی میگیریم از 5 تا در میاریم. حالا 2 تا زنجیره دوباره بین این 2 تا پای بلند میبافیم. اگه دوربین دوره یکم زوم کنین قشنگ مشخص شه براتون. من اگه زوم کنم میترسم دستم از کادر خارج شه. خب یه دونه میگیریم میریم این پشت، یکی میگیریم در میاریم، دوباره یکی میگیریم میریم اینجا، یکی میگیریم در میاریم. 5 تا نخ روی قلابه، از 5 تا در میاریم. ببینید چه شکلی شد. این شکلی باید بشه. دوباره 2 تا زنجیره میزنیم، بین این 2 تا باید پای بلند بزنیم. خب یه دونه میگیریم میریم اینجا، یکی میگیریم در میاریم، دوباره یه دونه میگیریم میریم، یکی میگیریم در میاریم. 5 تا نخ روی قلابه، یکی گرفتم از 5 تا در میارم. دوباره 2 تا زنجیره، بین این 2 تا باید پای بلند ببافیم. یکی میگیریم میریم اینجا، یه دونه میگیریم در میاریم، یکی میگیریم میریم اینجا. 5 تا یه دونه میگیریم از 5 تا در میاریم. 2 تا زنجیره. خب بچه ها این رجم ببافین، برگردیم ببینیم چی میشه. بچه ها این رجم که بافتین تا آخر 2 تا زنجیره رو میزنیم. ببینین این داره میاد بالا، ببینین اینا رو میدیم پایین، از زیر این گندمیه وصل میکنیم. من چقدر صفر بافتم. خب این رشت تموم شد. خب اگه کار شما مثل کار من اینجوری شده، خب این یعنی ما یکم زیاد اضافه کردیم. خب ولی چون کل رج این بینا ما میخوایم یه اندازه باشه، نمیتونستیم یه دونه رو 2 تا زنجیره بزنیم بینش، یه دونه رو یه دونه زنجیره. خب این بینا بزرگ و کوچیک میشد، به خاطر همین ما همه رو 2 تا زنجیره زدیم. حالا رج بعد دیگه اضافه نمی کنیم، رج بعدم بین همه اینا 2 تا زنجیره میزنیم. اون وقت دیگه کارمون صاف میشه. الان یه خورده اینجوریه یعنی زیاد اضافه کردیم، ولی اگه رج بعد دیگه اضافه نکنیم مثل همین رج ببافیم صاف میشه. خب الان 2 تا زنجیره، الان باید بریم بین این 2 تا اسلیپ استیچ میزنیم. یه دونه میریم اینجا، یه دونه بست میزنیم اسلیپ استیچ، یه دونه هم میریم این زیر میزنیم. خب الان اومدیم از اینجا اینجا. خب حالا 2 تا زنجیره میزنیم، انگشتمون رو میذاریم اینجا که نچرخه. توی بعدیا این 2 تا زنجیره که اینجاست نمیذاره دست کامل بچرخه. خب ولی واسه دونه اول انگشتتون رو بذارین که این کامل نچرخه.
5 تا نخ روی قلابه، یه دونه میگیریم از 5 تا در میاریم. اینجوری. حالا دیگه 2 تا زنجیره بین این 2 تا پایه بلند. بچه‌ها لطفاً لایک کنین ویدیو رو، چنلم سابسکرایب کنین، من امید بگیرم. مرسی. 2 تا زنجیره دوباره این بین این 2 تا پایه بلند. پنج تا نخ بود روی 5 تا نخ روی قلاب، یه دونه میگیرم از 5 تا رد میکنم. 2 تا زنجیره خب این رجم تو کامل ببافیم. پس شد هر گلی که بین این 2 تای پایینی میزنین 2 تا زنجیره یه پایه بلند گلو بزنین، دوباره 2 تا زنجیره یه پایه بلند توی بین این 2 تای بعدی ببافیم. برگردیم تا بهتون بگم که ادامهش چی جوریه. بچه وقتی که تا آخر رج بافتین این سری از دونه از کل این گندمی رد نمیشین، از دونه پشتیش رد میشین. ببینین این 2 تا هست، خب از زیر این نمیرین، خب از زیر این نمیرین، از دونه پشتیش فقط میرین. خب یه دونه میگیرین میارین بیرون، از اینم رد میکنین. خب از این به بعد باید پای کوتاه بزنیم. یه دونه زنجیره میزنیم، پای کوتاه مساوی یه زنجیره بود. از این به بعد پای کوتاه رو توی دونه پشتی میزنیم. اینا گندمی ها هستن، از دونه پشتیشون ما میریم. خب بعد اینی که این نخه از وسطش رد شده این گندمیه، توی یه دونه از اینا میزنیم، توی یه دونه نمیزنیم. ببینیم الان اینو میخوایم بزنیم، توی دونه پشتیش میریم، یه دونه میگیریم در میاریم، یه دونه میگیریم از این 2 تا در میاریم. این شد پای کوتاه. دوباره میریم توی این دونه پشتی، یه دونه میگیریم در میاریم، یه دونه میگیریم از این 2 تا در میاریم. بعدی میریم دونه پشتی، یه دونه میگیریم در میاریم، یه دونه میگیریم از این 2 تا در میاریم. بعدی دونه پشتی. خب اون دونه قبلیه رو اینشو زدیم، واسه این گله نمیزنیم، یکی در میون میزنیم. خب اگه همه رو بزنیم اینجوری دوباره اینجوری میشه کارتون، دوره کارتون اینجوری میشه. یکی در میون میزنیم که صاف وایسه کار. خب اون قبلی رو زدیم، اینو نمیزنیم، میریم بعدی، میریم اینو نمیزنیم، میریم بعدی. بعدی دونه پشتی، دوباره پشتی. ببینین رسیدیم به این قبلی رو نزدیم، اینو میزنیم، از دونه پشتیش میریم، یکی میگیریم میایم، یکی میگیریم از این 2 تا در میاریم. شد پایه بلند. حالا بعدی از دونه پشتی، قشنگ میبینین دستمو دیگه، همه رو از دونه پشتی برید. میبینین اینجا یه خطی باعث میشه بیفته، قشنگه. رسیدیم به این قبلی رو زدیم، اینو نمیزنیم، میریم بعدی. خب بچه وقتی که این رجم تا آخرش بافتیم، ببینین گل قبلی و این دونش رو با اینو که باید ببافیم، وایسین. گل قبلی و این دونش رو بافتیم، اینجا نمی بافیم، رد میکنیم، میریم بعدی، پای کوتاه میزنیم از دونه پشتی. اینا رو همه رو میزنیم تا به اون یه دونه برسیم. اینجا رو نبافتیم، اینجا میبافیمش. خب
برای وصل اینم باید ببافیم. برای وصل کردنش از دونه پشتی این گندمی میریم یه دونه میگیریم در میاریم، اینم رد میکنیم. خب حالا این رج رو میخوایم از دونه پشتی اسلیپ استیچ بزنیم. ببینید از دونه پشتی گندمی قلاب رد میکنیم، یه دونه میگیریم در میاریم، از این هم رد میکنیم، دوباره پر بعدی رد میکنیم، یه دونه میگیریم، از این هم در میاریم، بعدی یه دونه میبریم، یکی میگیریم در میاریم، از این هم رد میکنیم، بعدی. میبینید چه شکلی میشه؟ گندمی داریم، زیرشون هم اینجوری خط میافته. میریم اینجا از دونه پشتی یکی میگیریم در میاریم، از این هم رد میکنیم اینجوری. بچه ها تا آخر رج اسلیپ استیچ بزنیم بیایم. این چند تای آخرم میزنیم همینجوری از دونه پشتی اسلیپ استیچ تا به آخر رج برسیم. ببینید از یه جایی دیگه زیر این گندمی ها خط نیست. اینم آخریرم یه دونه میزنین. خب حالا اینو میکشین، قلابو در میارین از پشت، همینجا که ببینین همینجا که نخ برگشته میبریم تو، اینو میندازیم دور قلاب، نخو میکشیم، این دونه رو میکشیم بیرون. خب حالا کارو برمیگردونین، اینو میکشین یکم، یه دونه زنجیره بزنین پشت کار. خب قلابو بکشین، ببینین این ورش اینجوری میشه. خب اینجوری میشه. ما اینجا نخ رو قیچی میکنیم، نخ رو قیچی میکنیم و اینو میکشیم بیرون. خب حالا باید این نخ رو توی کار قایم کنیم. خب بچه این نخی که قیچی کردیم و باید از توی کار رد کنیم. خب هر جا که میتونین از توی این بافتا یه قلاب کوچیک‌تر برداشتم، قلاب رو رد کنین، این نخ رو بگیرین بکشید بیرون. دوباره قلاب رو رد کنین، نخ رو بگیرین بکشید بیرون. با نخ سوزن بهتره. حالا من دم دست نداشتم، از همین قلاب استفاده کردم. شما قلاب کوچیک‌تر ندارین، با سوزن مخصوص بافت یا یه چیزی که رد شه دیگه این نخ ازش. میبینین از زیر میرم، نخو میگیرم میکشم بیرون.
اینجا مثلا از اینجا میریم، نخو میگیریم، دیگه کافیه. اینجا یه دونه گره میزنیم، دستمون رو میگیریم که گره بچسبه به کار. یکی دیگه و قیچی. این یکی هم همونجور تو کار قایمش میکنی. این نخ اولو که سر انداختیم اینم میشه روی کارمون. خب بچه ها، امیدوارم خوشتون اومده باشه و از روش واسه خودتون ببافین. یادتون نره ویدیو رو لایک کنین، چنل هم سابسکرایب کنین. تا آموزش بعدی، بدرود.